از نظر دخترها چیه پسر جذبش میکنه؟ تمام معیارهای دختر ایرانی برای انتخاب پارتنر بی معطلی. بریم سراغ ویدیو امروز. سلام. خوبی فدات شم؟ قربان شما خوبی؟ به نظر دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ به نظر من بیشتر اخلاقه، یعنی بهترین تیپ و قیافه هم داشته باشی، کلا اوکی باشی، ولی اخلاق جوری باشه که مثلا یه دختر خوشش نیاد جذبت نمیشه. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. نه دیگه، خب یه دختر داری تو خیابون میری، یه دختر از روبرو میبینی، اخلاقت که نمیدونه، از رو ظاهر میاد قضاوت میکنه و میخواد باهات دوست بشه. اول که فیس و صورت اینهاست، بعدش تیپ الان تو خودت چی تو خیلی دوست داری که فکر میکنی دخترها جذب میشن؟ من نمیدونم حالا دختر جذب میشه یا نه، ولی خوش تیپ ماشاءالله نزن این حرفا. ولی من استایلی که میزنم و معمولا مثلا خودم حال میکنم، یعنی تیپی که میزنم و دوست دارم، سعی نمیکنم مثل ترندای اینستا باشه. آره سعی میکنم تیپی که میزنم چیزی باشه که خودم حال میکنم. پس یعنی میگی تیپت کار جمع میکنه؟ ممکنه. داداش خوشحال شدم دیدمت. قربونه. بالاتر از گل بشنگیم یه وقت خانوم بدش میاد. شما جذب چیه پسرا میشید؟ هیچی. یعنی اصلا امکان نداره با پسری وارد رابطه بشی؟ حالا بالاخره ازدواج تهش دیگه. نه متاسفانه. مگه میشه؟ شده. هیچ چیزی تو هیچ پسری برای جذاب نه، نیست؟ اصلاً. چش ابروی مشکی، قد بلند، هیکل. اصلا اینا گذری، اینا میره. خب بالاخره باید یه سلیقه‌ای داشته باشی که رفت اومد بمونه. آره دیگه. قد بلندی، قدم چون بلنده. آره ماشاءالله. مرسی. بعد دیگه هیکلش حالا خوب باشه، ورزشکار باشه، به خودش برسه، دستش تو جیب خودش باشه. منو قشنگ پس زد. هیچ کدوم اینا رو ندارم. و اینکه چیه خودتو خیلی دوست داری که اسم کنی پسرا جذب میشن؟ هیچ. من اخلاقم بده، قدم هم خب بلنده. پسر قد بلند خیلی هست. من ندیدم. همین الان رد شدن از کنار ما. بر نمیگردم. چش ابرومو خیلی دوست دارم خدایی. شما جذب چیه پسرا میشید؟ قد خیلی مهمه. بعد اخلاق، اینکه شخصش حمایتگر باشه، دروغ نگه، یکی نیاد یه کاری بکنه بعد گردن نگیره گردن بگیره. این خیلی گفت سلیقه‌شو گفت دیگه. اینم اصلا هیچ کدوم اینا رو منم ندارم. شما گردن نمیگیری؟ گردن رو نشیدم. من گردنم بی‌حسه کلا. گردن ندارم. چیه خودتو خیلی دوست داری که اسم کنی پسرا جذب میشن؟ شاید هیکل. بچه‌ها مرسی که تو ویدیو بودین. از عشق و عاشقی نگیم یه وقت خانوم بدش. سلام. به نظر دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ پول، قیافه، اخلاق. پول، قیافه، اخلاق، فیزیک و اینا که خب جزء قیافه حساب میشه دیگه. این جزء حساب. آها، کلا نکات ظاهری گفتی. بعد خودت چی داری که به نظر دخترها جذب میشن؟ اینی که خودت خیلی دوستش داری. اخلاقم خیلی. دخترها جذب اخلاقت میشن. مهربونی، دست و دلبازی. دست و دلبازم، شوخ طبعم. ماشاءالله. خوش فیس هم هستی. خوش تیپ هم هست. ما که دروغ نداریم اینجا. دادا شما چی؟ جذب چی میشن اول؟ پول. فقط پول؟ پول هست و احترام گذاشتن هم هست به نظرم. اینکه احترام بذارن. یکیشو بگو که برات خیلی حس می‌کنی اون مهمترینه براشون. پول. خب این هم آدم هستن که بدون پول دارن سازش می‌کنن. این هم هست، ولی خب یه فاکتور مهمی بالاخره پول هست دیگه. باید تلخه ولی باید قبول کنم. خودت چی داری که اسم می‌کنی جذب میشن دخترا؟ من خودم والا ورزش کنم. خیلی تو لایف استایلم. ورزش چی می‌کنی؟ ورزش بسکتبالیستم، تنیس، اسکی، با یکم بدنسازی ورزش. پول داری پس؟ پولدار نمیگم. داری دیگه داداش. چه وقتی آدم داره چرا نباید بگی؟ الان منو ببین، من هیچ چی ندارم اصلا حرف نمیزنم راجع به خودم. نه داداش نگو. جدی میگم. خوش فیس خوش فیس خوش تیپ ماشاءالله. خودت قربونت برم. بچه‌ها خوشحال شدم تو ویدیو دیدم. خانوم بدش میاد. بالاتر از گل بشنگیم یه وقت. سلام. دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ فرق داره. من خودم بگم، آره سلیقه خودت دیگه. من به شخصه اولین چیزی که برام مهمه سلیقه موسیقی پسراست. آها، پلیلیستی که دارن. دقیقاً پلیلیست اسپاتیفایش رو چک میکنم و بعدش ادبش. چجوری باشه سلیقه‌اش؟ بنده خودم راک خیلی علاقه دارم. راک. اگه متال هد باشه برام خیلی گرین فلگه. لطفاً متال گوش بدید پسرهای مملکت. همین. بعد اینکه اصلا ظاهر، فیس، چش ابرو مشکی، قد، پول. من برام اون همه مهم نیستش. اگه یه نفر چی اون همه مهم نیست؟ نه پول نه ظاهر.
اگه یک نفر شخصیت درستی داشته باشه ظاهرش هم در شخصیتش به همون اندازه میاد جلو به نظر. بعد خودت چی رو تو خودت دوست داری که حس می‌کنی پسرا میان سمتت به خاطر اون نقطه؟ من خیلی راحت میتونم حرفامو بگم و آدم احساسی هستم، به خاطر همون احساساتم راحت‌تر میتونم بیان کنم. خب اینو درسته، ولی من سوالم اینه که خب یه پسری که وقتی داره از روبرو میاد یا یکی میخواد بیاد ارتباط بگیره اینو نمیدونه که ظاهرمو میپذیرم. خلاصه یه چیزی که آره دیگه، چون وقتی یکی از دور میبینه بعد من موهامو یه دوست چیز دارم. موهام فره، موهامو دوست دارم. موهاش قشنگه. مرسی که تو ویدیو بودی. یه وقت خانوم بدش میاد وقتی یه جایی مهمونه. سلام. سلام. خوبی شما؟ بله. دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ دخترها یا من؟ فرق داره. یا شما؟ به نظر من پسرایی که آراستگی دارن، بلدن چجوری رفتار کنن، چجوری با دختر صحبت کنن، یه ذره آکادمیک باشن، یکم خوشبو باشن. به نظر من اینجور آدمو جذاب دارم. خب اینا رو تو همون دیدار اول میشه فهمید؟ تقریبا تا 70-80% داره. خودت چی داری که فکر می‌کنی پسرا جذب اون نقطه مثبتت میشن؟ به نظر من آدما تایپی هستن. ممنون. به نظر من آدم باید تایپ خودشون رو پیدا کنن. من احتمالاً تایپ آدمی باشم که از دختری خوشش بیاد که یه ذره وسواس داره، یه ذره کمالگراست، کتاب میخونه، فیلم زیاد میبینه، سنگنورد و اهل ورزش، تو خونه نمیمونه، سفر میره. احتمالاً تایپ اینجور آدم باشم. کلا این چیز تمیز شسته رفته میخوای؟ ترجیحاً. خوبی داداش. سلام. به نظرت دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ دخترها جذب ظاهر، پول، استایل. اینا رو ترتیب بندی کردی؟ نه همینجوری دارم میگم. خب پس اولیش اول ظاهر، بعد پول، بعد حالا تحصیلات. اعتقاد نداری که میگن که دخترها پول پرستن؟ خیلی نه. خودت چی داری که فکر می‌کنی دخترها جذب؟ نمیدونم، اگه حالا اینو باید دوستان بگن، ولی خودم بخوام بگم شوخم، یه مقداری آدم دترمیندی هستم، یعنی میدونم میخوام چیکار بکنم، برنامه‌ریزی میکنم، برنامه دارم. آفرین، این خیلی خوبه. بعد یکم قدم بلنده، قدش واقعا بلنده. و اینکه فکر نمی‌کنم چیز باحال دیگه ای داشته باشم که اصلا شخصیتت من دوست دارم. ماشاءالله خوش قیافه‌ای، خوش استایلی، خوش فیسی. شما هم همینطور خوش فیس، خوش استایل. بچه‌ها خوشحال شدم تو ویدیو دیدمتون. چه آتیشا میسوزونه، میرقصه و گرم میکنه. دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ من خودم اول قیافه، بعد استایل، بعد اگه طرفو بشناسم اخلاقش. قیافش چه شکلی باشه؟ سفید باشه. خب قدش مهم نیست، چه بلند چه کوتاه اصلا مهم نیست. خوشگل باشه دیگه، چجوری بگم؟ آخه چه شبرمشی باشه، بلوند باشه. چه شبرمشی باشه، یا مشی یا قهوه‌ای، بلوند نباشه. خودت چه چیزی داری که فکر می‌کنی پسرا میان سمتت؟ اخلاقم خیلی خوبه. خب یه پسر از کجا بدون اخلاق تو خوبه وقتی داره میخواد بیاد ارتباط بگیره؟ باید از قبل بشناسم. یعنی نشناستت نمیتونه باهات ارتباط بگیره. مرسی که تو ویدیو بودی، خوشحال شدم دیدم. عاشقاشو میکشونه، محشر یکی داداش سلام. خوبی فدات شم. خیلی ممنون. داداش به نظر دخترها جذب چیه پسرا میشن؟ به نظر من تیپ و استایل، قیافه، ظاهر، آره اینا. پول. به نظرم بعضیا دنبال پولن، ولی به نظر من یکی باید به خاطر خود پسر بخواد، دختر باید پسر به خاطر خودش بخواد. شاید هم نخواد، شاید یکی دنبال پول ظاهر باشه. آره دیگه، یه سری حالا دنبال پول ظاهرن، حالا دیگه اونا ژنتیکی هن نه. خودت چی داری که فکر کنی دختر جذبش میشن؟ به نظر من اصلا دختر باید پسر به خاطر خودش بخواد. خب نه میدونم، بالاخره باید یه دیفالتی باشه دیگه. دختر الان به خاطر اخلاق، به خاطر خودت هم میگم. الان تو چی داری که دختر جذب تو بشه؟ اون نقطه‌ای که خودت دوستش داری؟ من افکارم خوبه، مثلا رابطه خوبم به نظر من. کلا خوبی؟ نه یعنی نه خوب برقرار میکنم رابطه رو، یعنی دنبال نه پول نه دختر نباید دنبال پول باشه به نظر من. پس عقیدت اینه که خب به خاطر خودت به خاطر خودت بخوادت. آره نه به خاطر پول و اینا. به نظر من پول اصلا نباید توی رابطه مهم باشه. اگه پول مهم باشه اصلا دختر به نظر من کنسل اینطوری باشه، اصلا کنسل. اوکی داداش مرسی که تو ویدیو بودی.
بالاتر از گل بشنگی یه وقت. سلام. سلام. دختر جذب چیه پسرا میشن؟ اول از همه قیافه، بعد پول، بعدش شخصیت. خودت به نظرت چی داری که دخترها جذب اون تو میشن؟ والا از نظر مالی که اوکی ام، نه اونقدر خدا رو نه. شکر. قیافه‌ای هم حالا تازگی‌ها کچل کردم یه ذره چیز شده. قشنگی دادش آقا قشنگ. یه دوربین نگاه کن بزن نظر در آقا این موهای ما اینا کچل. بهش میاد. قیافت اوکیه به نظر خودت گفتی که پول دارم. فکر میکنم تیپم با خیلی از ایرانی‌ها فرق داره. حالا اکثرا هم سن و سالای من تقریبا تیپاشون این شکلی شده ولی کلا تفاوت زیاده بین من و آدما. اول طبیعتا قیافه حتی فعلا تو این سن نوجوانی و اینا چون فاکتور مهمی نیست. بعد از نظرم استایل خیلی استایل مهمه، سر اینکه مثلا استایلی که جنسیت طرف اصلا نشون میده. فعلا پول زیاد فاکتور مهمی نیست چون میگم هنوز پول خود نیست. باشه خب بالاخره به نظر دختره تو این سن نمیره سمتی کسی که بابای پولداری داره پسره. چون الان تو بخوای هفته‌ای دوباره ببینی با 4 تومن براش خرج کنی. نه بابا 4 تومن دیگه خیلیه. چرا دیگه یه کافه ببریش یه دوری باش بزنی بعد همون روز فقط 2 تومن عجیبت داره با اسنپ ببریش، حالا وسیله نداشته باشه با اسنپ ببری بیاریش یه 1.5 اینا راحت عجیبت میره. نه دیگه اگه مثلا طرف یه ذره عاقل باشه خب مثلا میفهمه که فعلا تو کسی نیستی که داری پول در میاری تو این سن. آفرین داری میگی تو دهنت که اگه عاقل باشه آدم نباشه و یا عاقل باشه دیگه برای تو نیست. خودت چی داری که فکر کنی دخترها جذب اون میشن؟ نه من از نظرم استایلم خوبه. استایلت خوبه. استایلش قشنگ معلومه؟ من نظرم فیلم مردا تایید کرد. خوش تیپه. پولم که ان شاء الله حالا پولم داریم. پولم داره. دیگه چی بهتر از این؟ داداش شما چی؟ اول همیشه قیافه است، بعدش رفتار، بعدش پوله. حالا مثلا اگه بگیریم 20 سال و بالا اون که دیگه بعدش میشه خب چی میگم؟ آره اون معمولا دومی اول پوله. خودت چی داری که فکر می‌کنی دخترا میان؟ والا معمولا سر هر چی بوده اول قیافه بوده، رفتارم همیشه یعنی بوده ها ولی هیچ وقت اولی نبوده، بعد استایل هم بوده دیگه. دم شما گرم بچه‌ها، خوشحال شدم تو ویدیو دیدمت. خانوم بدش میاد از عشق و عاشقی نگین. فکر کنم وسیله داری. آره البته اینو مال دوچرخه است. من دوچرخه‌ام برقیه، موتور سوار نمیشم. بابا اینو فکرم موتوره. نه خب از برم از این ور دخترم جذب چیه پسرا میشن؟ قاطی کردم. لابلای حرفت موهات چقدر قشنگه. خیلی باحال. مادیه قشنگ یه دور بزن ببینن اونور موهاتم. آره موهاش عجیب غریبه یکم باحاله. بچه‌ها یه لایک هم بدین. وایسی یه لحظه آروین نیومد ضبط نکرد وایسا. شما قاطی کردم.